بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من یهده الله فلا مضل له و من یضلله فلا هادی له. نشهد ان لا اله الا الله و نشهد ان محمدا عبده و رسوله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام، آنانی که صدای ما را میشنوید. با بسم الله خدایا تیز کن تیغ زبانم را، با رحمان و رحیمت نصرتگرین گردان بیانم را. هیچ نام خوشتر در جهان به بسم الله نیست، زانکه بخشنده عصیان بجز الله نیست. بسم الله را از جان و دل تحقیر دار، هر کی بسم الله گوید در جهیمش جای نیست. الحمدلله، باز خداوند حق سبحانه و تعالی فرصت داد، تنی صحت خاطر جمع داد و دیدار یکدیگر دیدن الحمدلله خداوند برای ما شما مناسب دید. بسیار انشاءالله خدا خواهد شکرگزار باشیم که امروز ما و شما در یک زمان انشاءالله خدا خواهد که همه دنیا خدا خواهد انشاءالله در یعنی جنبش، همه دنیا خدا خواهد انشاءالله در خاطر پریشانی است. ما شما الحمدلله خداوند یعنی برای ما شما خدا خواهد فرصت داد. امروز ما شما در خانه خود نشسته به خدای تعالی طاعت عبادت کرده و خداوند متعال انشاءالله خدا خواهد هر ساعت ها دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی این بیماری را خدا خواهد از ما و شما دور کند و در خانه با خواندن قرآن این انشاءالله با استغفار و صلوات محمدی صلی الله علیه و سلم ما و شما خدا خواهد انشاءالله یعنی چی هستیم پیوسته دعا میکنیم. البته عزیزان من شما دلگیر نباشین، انشاءالله خدا خواهد دائم در دعا باشین. الله سبحانه و تعالی بزودی خدا خواهد این بیماری از ما و شما دور میکند. هرچند انشاءالله خدا خواهد من حکومت اونم بینین جناب عالی خدا خواهد شوکت میرزیویف هر روز خدا خواهد در آینه جهان نما با تمام مردم انشاءالله ازبکستان زمین چی دارد التجا دارد زاری دارد که انشاءالله خدا خواهد در خانه هاشینین و خود را احتیاط کنین. این هم یک غمخوری چی است؟ جناب عالی است. البته جناب عالی بسیار انشاءالله خدا خواهد خلق پرست است، بسیار انسان انشاءالله عادل است که الله سبحانه و تعالی به سر ما و شما آورد. هر لحظه خدا خواهد غم انشاءالله خلقش میخورد، هر لحظه انشاءالله غم مردم میخورد که تا اینکه انشاءالله از این بیماری به یکان تلفات به یکان انشاءالله آزار خدا خواهد از این برمدن از خدای درگاه اله این انسان هم تمنا دارد. البته الله سبحانه و تعالی این گونه شاههای عادل در تمام دنیا انشاءالله خدا خواهد بسیار کند و خدا عمری درازش دهد، رزق فراوان، تنی صحتش دهد، از هر گونه آفتهای ارضی و سمایی الله این شاه عادل در پناهش خدا خواهد نگهبان باشد. ما هم انشاءالله قطار این انسان ها ما هم البته حسای خود گرچند مثال طبیبای دنیا امروز حرکت دارن که با داروها ها تبابت کنن، ما انشاءالله خدا خواهد این انسان ها با سخن های معنوی انشاءالله چیکار میکنیم؟ حرکت میکنیم انشاءالله تبابت کنیم، حرکت میکنیم انشاءالله خدا خواهد با صبر کردن انشاءالله با شکر کردن انشاءالله دعوت کردن هلاک نمیشیم. هر روز خدا خواهد هر ساعت هر دقیقه ما هم انشاءالله حرکت میکنیم. البته موضوع امروزه ما شما دوام انشاءالله صحبت گذشته است که انشاءالله در صحبت گذشته درباره توبه بود. یعنی انشاءالله خدا خواهد هر یک درد انشاءالله دعوا دارد. البته دعوا انشاءالله خدا خواهد گناه این چی است؟ توبه است. ابوذر غفاری رحمت الله علیه میگن در این برای هر درد میگن یک دوا است، البته دوای گناه انشاءالله استغفار است. الله سبحانه و تعالی به سبب استغفار و سبب گشتن به سوی خودش البته گناه های ما و شما را میگذارن. خدای تعالی بینین که حتی کافره که خدا خواهد اگر 100 سال گناه کند و یک بار کلمه توحید که لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر گو خدا خواهد از همون دین باطلش انشاءالله رو گردون از رو به سوی خدا بیاره، گناه انشاءالله این
کافرم خدا مغفرت. حالی که ما و شما مسلمان هستیم، این گناه ما و شما در پیش گناه هیچی نیست. انشاءالله باید که ما و شما خدا خواهد هر روز چیکار کنیم، حرکت کنیم. نه که ما و شما بندگان خواهشی توبه کردن نداریم، خواهشی برگشتن به سوی خدا نداریم. بزرگان اسلام چی میگن؟ هر شب گویم که فردا ترک این سودا کنم، باز چون فردا شود این روز را فردا کنم. ببینید ما هر شب میگفتیم که امروز اینقدر گناه کردم، خدا خواهد انشاءالله سر توبه میکنم میگردم، لیکن سر شود بسه که امروز هم گذرد. یعنی امروز حتی که امروز با امید فردا با فردا از یاد میبریم، با همون گناه میکردیم. عرب ها میگن لا تتأخر عمل یوم لغدین، شما کار امروزه را با فردا نگذارین که فرداش این در گمان است. انسان باید که با امید فردا خدا خواهد یا که با امید پیری دائم انشاءالله خدا خواهد خودش فریب کردن نگردد. بزرگان اسلام چی میگن؟ مگو ای تشنه لب فردا آب نوشم، با پیری در رای طاعت بکوشم. مگو میگه ای تشنه لب که پگش در گمان است، پگه الله میدونه چی میشود. با بوی پیری چندان نوجوانی، برفتن به توبه از این داری فانی. چقدر یعنی جوانا با بوی پیری چکان کردن، نوجوانا رفتن. امروز ما جنازه 20 ساله و 5 ساله گیم که 30 ساله و 40 ساله رو میخوانیم و یار هم امید داشتن که خدا خواهد پگه باید نفقه میبرم، پگه پیر میشم، نماز بخلی که الله فرصت نداد. مبادا که به توبه بمیری، زی نخلی باقی عمرت بر نگیری. مبادا اگر به توبه بمیری، پس اون جنتی که انشاءالله برای ما شما مکافات های نوبلی الله سبحانه و تعالی وعده کرده است، ما سزاوار نمیشیم. ما از الله انشاءالله توبه کنیم، به سوی خدا بگردیم. برادران اهل اسلام، ابو امامه بحری روایت میکند که رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمودن، میگد ملائکه ها دو ملائکه است که در بالای کتف ما و شما، فرشته های دستی راست، فرشته های دستی چپ است. همین فرشته دستی راست میگد ابو امامه بحری برای فرشته دستی چپ میگد چی است؟ یعنی راهبر است. وقتی که انسان اگر یک ثواب کند الله سبحانه و تعالی وعدهش است که برای یک نیکی امتای محمد صلی الله علیه وسلم 10 نیکی خدا وعده کرده است. وقتی که بنده اگر یک گناه کند، فرشته دستی چپ فرشته دستی راست هر یک ثواب می نویسد، فرشته دستی چپ هر یک گناه. اگر فرشته دستی چپ گناه می نویسدگی شود، فرشته دستی راست می گفت که فرشته یک 7 ساعت توقف کن، 7 ساعت صبر کن، شاید همین بنده یک بار استغفرالله گوید، یک بار پشیمان شد، گناهش میگذاریم. ببینید فرشته ها برای خدا خواهد خاطری محمد صلی الله علیه وسلم امتاش تا چی اندازه امید دارد که وقتی که گناه کندم 7 ساعت توقف میگیره. وقتی که در دوام 7 ساعت شما یک بار استغفرالله نگفتین، یک بار بر نگشتین، برای شما یک گناه نوشته میشه. ببینید بزرگان چی میگد؟ ناگهان ای بنده گر کردی گناه، توبه کن در حال و عذر این بخواه. وقتی که میگه بنده میگه که همین که یعنی گناه که کردی دراش کن، توبه کن در آب برگرد. این مردمان رو ببینید امروز از کامره های دنیا میترسن. ببینید این مردم ها از کامره های دنیا، نه که از کامره الهی نمیترسن که در دو کتف ما و شما 2 کامره الهی شب و روز کار میکند، شب و روز عکس برداری میکند. روز قیامت الله سبحانه و تعالی این نامه اعمال میگن به دست ما و شما داده میشود. باید که ما و شما نامه های اعمال چی باشد؟ خوب باشد. نامه های اعمال ما و شما انشاءالله سفید به یک آبرو. گفتی حضرت مولوی آخری این زندگانی مردن است، آبروی نزد مولا بردن است. آخر در این دنیا حالی 50 سال و 60 سال بعد میموری، آخر نزد الله به یک آبرو برین، به یک سربلند برین. امروز نزد اگر حکومت هم یگان گناه نداشته باشی، خدا خواهد مبادا اگر پرکدار از سود از فریادت کند، با سری بلند به یک سیاست نزد وی داخل میشوی. وقتی که گناه داشته باشی چی؟ پیش الله هم پگه همین است، محکمه سودش نه الله. اگر گناه نداشته باشی به یک روحی بلند، به یک سربلندی میروی پیش الله، میگه من چیکار کردم خداوندا؟ اگر گناه داشته باشی چی؟ از گناهات خودت شرم میداری.
بزرگان گفتن روز قیامت چنان قیامت محکمه سودی دهشت دارد که بنده ها از ناموسش بعضی ها تا زانوش، بعضی ها تا نافش، بعضی ها تا گلوش در عرق خودش گم میزده است که حاضر در پیش خدا چی میگو. کاش که در اینجا هیچ کس نمیبیند در خلوت میدره گناه میکنید. در اینجا تمامی پیغمبرها تمامی روی دنیا میبیند. 120 صف آدم ها انشاءالله میشود. و چی شرم از کجا میکنی بعد از ناموس از خجالت خدا خواهد انشاءالله مردن تو ناراض میشی. چی یک گناه میکنی نزد مردم میبرایی اگر اثبات شوی چقدر خجالت میشوی، چقدر خودت گم میکنی، چقدر خودت مذمت میکنی. او محکمه سودی را یک به یاد بیار. الله چنان خدا خواهد انشاءالله ما و شما را یک سود میکنه. امروز وقت از فرصت است که بیا توبه کن. عطا ابن خالد رحمت الله علیه روایت میکنن وقتی که میگه آیتی که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا یغفر الذنوب الا الله که نازل شد، میگه مغفرت نمیکند گناه ها را مگرم خدا. شیطان میگه نعره زد، داد گفت، میگه بر سرش خاک پاشید. تمام لشکراش جمع زدن گفتن راهبر ما، حاکم ما، برای تو چی شد؟ گفتن خدا حق سبحانه و تعالی این آیت نازل کرد که تمام گناه های بنده ها را خدا میگذرد. حالی مونده وای. لشکراش گفتن تو خاطر جمع باش. گفتن ما همین خدمت کنیم که درهای فسق و فساد بر روی نامکشاییم. کبر و هوا، منمنی، عرقخوری ها، زیناگری ها، دیگر درها را میکشاییم. فرصتی توبه کردنشون هم نمیرسد. من امروز اکثری روی دنیا را بینن دعوای مسلمانی میکند لکن عملش خدا خواهد از کافر هم بدتر است. دعوا میکند. باید که ما و شما انشاءالله خدا خواهد بندگانی خدا بیاین انشاءالله خدا خواهد رو به سوی خدا بیاریم. شاعر میگه بحری الطافی تو به پایان بود، ناامید از رحمت شیطان بود. و شیطان ناامید است، ما الحمدلله امید داریم از رحمت الهی خدا خواهد امیدوار هستیم. چونکه الله سبحانه و تعالی در سوره زمر آیت 53 چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. خدا چی میگه؟ قل، بگو ای محمد صلی الله علیه و سلم، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، ای بندگانی من اسراف کردید بر نفسهای خود، از حد گذشتید، برای خود ظلم کردید. میگه الله سبحانه و تعالی بگو شوی پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم لا تقنطوا من رحمت الله، یعنی از رحمت میگه خداوند ناامید نشوید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، البته خدا جمیع گناه شما را میگذرد اگر شرک نآورده باشین، با خدا مشرک نشده باشین. انشاءالله خدا خواهد معنای شرک میدانین. خدا را انشاءالله خدا خواهد نیست گفتن، خدا را انشاءالله خدا خواهد فرزند نسبت دادن، خدا را زن نسبت دادن، خدا را دوست نسبت دادن. این شرک است. الله این چیز نمیگذرد. شما باید که انشاءالله خدا خواهد از این خودداری کنین. جمعی گناهی که از روی نفس کردین، از روی انشاءالله فرموده شیطان کردین، انشاءالله خدا خواهد رو به خدا بیارین، توبه کنین. الله سبحانه و تعالی میبخشد ما و شما را. بزرگان اسلام چی میگن؟ ندارم هیچ گونه توشه راه بجز لا تقنطوا من رحمت الله. تو فرموده ای که ناامیدی میارید، ز من لطف و عنایت چشم دارید. بعد این معنی بس امیدوارم، ببخشا زان بس امیدوارم. امید درمندان را روا کن، دلی درمندان را دوا کن. میگه از رحمت خدا ناامید نشو. گرچند انشاءالله خدا خواهد امروز گناه کردی بیا کن. امروز دروازه توبه گشادگی است. روز میشود که این دروازه محکم میشود. بعد 1000 پشیمان میشوی، 1000 افسود میخوری، انشاءالله سود ندارد. بعد امروز خدای دروازه برای ما شما گشادگی است. بیا میگد بندم هر روز بیا، من ندا دارد.
بگو بنده های من میگه وقتی که چیکار کردن انشاءالله خدا اسراف کردن عمراشون در خطا و در ری زلالت و در گناه کردن امروز بگو شو که بیاد از رحمت من ناامید نشوند. فقط شیطان ناامید است، ما امید داریم. حضرت بای آدم بینید بدفعل یک گناهش از جنت رانده شد. بای آدم افتادیم که 4 کرامتی که برای امتا داده است به من نداده بود. من گفتم در درون جنت بودم وقتی که خدا گفت که یک گندم در نزدیکی نکن، گندم نخور، خوردم خدا من از در جنت رانده کرد. لیکن امتای محمد از جنت بیرون گناه میکنند، با توبه میکنند، الله داخلش جنت شو میکند. دوم وقتی که امتای محمد گناه میکنند، من که گناه که کردم لباسام کشید خداوند لیچک شدم. امتای محمد همون قدر گناه میکنند یعنی لباساشون لیچک نمیکند. وقتی که من گناه کردم بین من و زنم خداوند جدا کرد. اینا چند روز چقدر گناه میکنند خدا سبحانه و تعالی بین زن و شوهر جدا نمیکند. حتی اینکه توبه من در یعنی مکه مکرمه خدا قبول کرد. اینکه امتا این در جای گناه میکنن در همون موضع توبه میکنن الله سبحانه و تعالی انشاءالله با قبول میکنن. بینید تا چه اندازه برای امتای محمد صلی الله علیه و سلم الله سبحانه و تعالی امتیاز دادگی است، فرصت دادگی است، وقت دادگی است که چقدر حتی بیا ما و شما چی هستیم؟ ما و شما البته الله سبحانه و تعالی چی است؟ تواب است، توبه قبول کنن است، غفور است برای ما و شما، آمرزنده گناه های بندگان است، بنده ها را گناهش میبخشد. پس برای بنده چی است؟ میگه لازم است که چیکار کند؟ همیشه برای توبه کردن انشاءالله تعجیل کند. بی‌صدم جون شاید شمش کند، بیاید به سوی توبه انشاءالله خدا خواهد، بیاید به سوی خدا عذر خواهی کند، پشیمانی کند انشاءالله. شاعر میگه گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ، 100 بار اگر توبه شکستی باز آبی. اگر میگه گرچه کافری گبری بت پرستی کدام انشاءالله خدا خود دین باطلندم باشی، اگر 100 بار توبه تا بشکنیم بیا میگن از درگاه من ناامید نشو میگن. این درگاه ما درگاه ناامیدی نیست. باز آ هرچی هستی باز آ بگن. این درگاه خدا خواهد محمد، درگاه الله سبحانه و تعالی درگاه ناامیدی نیست. باز آ آمدن میگیری خدا خواهد، و سوی خدا قدم زدن میگیری، به نماز رجوع میکنی کن، این گناه ها را ترک میکنی خدا خواهد انشاءالله پشیمان نشی بیا کن. این دین است که خدا خواهد یگانه دینی نجات، یگانه راه انشاءالله خدا خواهد خوب، یگانه راه خیرچی است، همین راه انشاءالله خدا خواهد. من پیامبر زندگی 5 کار گفتن از شیطان است، 5 بی‌سرانجامی گفتن از شیطان است مگرم 5 یعنی چیز گفتن سنتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم. یکیش میگه همون وقتی که گناه کردی در انشاءالله توبه کن، همون ساعت توبه کن، همون زمان خدا خواهد انشاءالله پشیمانی کن، الله سبحانه و تعالی انشاءالله میبخشد. برامین سخن کنیم انشاءالله، سخن بسیار است انشاءالله خدا خواهد. در همین جا موضوع خدا خواهد این توبه را انشاءالله میپوشیم. اگر الله سبحانه و تعالی فرصت در آینده با خدا خواهد در موعظه ها خدا خواهد در باب توبه انشاءالله که امروز اکثری طلب مردم است در باب زنا، که امروز اکثری مردم بی شرم و حیا شدن، اکثری مردم زنا را همچی یک خدا خواهد کاری ثواب میشمارن، زنا را همچی خدا خواهد یک کاری خدا خواهد آلیفتگی میشمارم. صحبت های آینده الله خدا خواهد در اینا آگاهی میتیم، اینا را خدا خواهد همه این تمام مردم ها را که صدای ما را میشنن با توبه کردن دعوت میکنیم.